مهم نیست اون چقدر خوب بود، اون جزئی از بازنده های تاریخه. اون قرار بود 12 آوریل 2000 مقابل لاتزیو بعد از مدت‌ها دوری از فوتبال برای اولین بار بازی کنه. بعد از کلی ریکاوری اون از یه مصدومیت برگشته بود. رونالدو به عنوان یار تعویضی با تشویق همه ی هواداری حاضر توی ورزشگاه به بازی اومد. شادی کل وجود اینتریا رو فرا گرفته بود. همه چی داشت خوب پیش میرفت که یهو 6 دقیقه بعد از ورودش این شادی بزرگ به یه غم بزرگ تبدیل شد. رونالدو بدون اینکه با کسی برخورد کنه دچار مصدومیت شد. اونم چه مصدومیتی، همون مصدومیت قبلی خودش، یعنی پارگی تاندون زانو. فریادای رونالدو خیلی غم انگیز بود، اونم برای هوادارهایی که خیلی صبر کرده بودن تا دوباره درخشش رونالدو رو ببینن. اون بعد از یه سال دوباره تونست برگرده، اما دیگه از اون رونالدو خبری نبود، از اون حرکات انفجاری، از اون تکنیک. خود رونالدو میگفت ذهنم میخواد به بازی ادامه بده، اما بدنم درد میکنه. من جنگ با تنم رو باختم. برای رونالدو بازنده ترین برنده دنیا.